على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الميامين وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداوند مهربان را شکرگزار هستم که بعد از سالهای زیادی در کشور عزیز خود، در خانه خود، با دوستان و عزیزان مثل شما صحبت میکنم و از طریق شما محبت و سلام و احترام و تقدیر خود را به ملت مسلمان و مجاهد و قهرمان افغانستان تقدیم می‌دارم. از شما دوستان عزیز بسیار مردم میترسند، مگر من شما را دوست دارم و به نظر ما آرزو دارم که نام شما باید سربازان نور و روشنی می بود و شما واقعا سربازان هستین، مگر شما به دست خود تفنگ ندارین و در داخل اعماق ساحه تفنگ داخل میشین، اونجا با چراغ داخل میشین، با نور داخل میشین، حادثه را شما روشن میسازین، حقایق را شما روشن میسازین. از این لحاظ ما به شما بسیار علاقه دارم و کار ما به حیث استاد و معلم که تقریبا 40 سال در این شغل که او هم روشن ساختن است و رسالت نور است، از این لحاظ ما به شما یک نوع ارتباط مسلکی دارم. امروز معلومدار شما فکر میکنین که ما برای چی آمدیم و چی میخواهیم و هر افغان در هر کنج و کنار دنیا با داشتن کمترین احساس نمیتونه از قضیه کشور خود غافل باشه. افغانستان در بیش از 35 سال گذشته وقایع عجیب و بزرگی را پشت سر گذاشت که نه تنها در زندگی سیاسی و اجتماعی و بشری خود افغانها تأثیر مستقیم داشت، بلکه در حیات سیاسی جهان و در وقایع جهانی تأثیر خود را داشت. مگر تفاوتی که تأثیر وقایع افغانستان در ساحه زندگانی خود افغانها داشته نسبت به تأثیر آن در حیات سیاسی جهان فرق دارد. ما در بیش از 35 سال گذشته
فقط 10 سال قابل افتخار داشتیم. خون زیاد اولاد افغانستان در او 10 سال ریختانده شد، مگر کلمه جهاد در ادبیات سیاسی تمام جهان به عین خود از این کلمه ثبت شد، برای که زبانهای خارجی و زبانهای جهان برای مفهوم جهاد با او شکلی که افغانها جهاد کردن، ملت افغان جهاد کرد، این کلمه در ادبیات سیاسی زبانهای جهانی ترجمه مناسب نداشت. از این لحاظ شما به یاد دارین که همیشه میگفتن افغان مجاهدین، افغان جهاد. بعد از اینکه یک مدتی هولی وار و نام فریدینگ فایتر یا این کلمات را میگفتن، بسان دیدن که کل از این کلمات حق کلمه جهاد ادا کردن نمیتونه. از این لحاظ خود جهاد را گرفتن و تأثیر جهاد به سرنوشت تمام کشورهای اسیر و مظلوم مثل ما تأثیر مثبت بود. کشورهای اسیر از اسارت بیرون شدن، کشورهای اشغال شده از اشغال رها شدن. کمونیسم جهانی بعد از اینکه بیش از نیم قرن به زور و از طریق کشتار و آتش و خون سر میلیون ها انسان حکومت میکرد، او از برکت و از فیض جهاد ملت افغان سقوط کرد. جهان غرب در مجادله با کمونیسم جهانی صدها میلیارد دلار و جنگها هزاران نوع مساعی را به خرج داده بودند، مگر نتوانستند به این نتیجه که از طریق جهاد مردم افغانستان رسیده بودند اون نتیجه را به دست نآوردند. اتحاد شوروی به امپراتوری اتحاد شوروی سقوط کرد. دو جرمنی از هم جدا شده به هم پیوست شدند. کشورهای آسیای میانه آزاد شدند. اروپای شرقی با آزادی خود رسید. همسایه های ما استفاده شایانی کردند، هم اقتصادی و هم سیاسی. همه استفاده کردند به جز خود افغان ها بعد از 10 سال پر افتخار جهاد 10 سال خجالت آور دیگر را سپری کردند. متاسفانه ما در میدان جهاد موفق بودیم، مگر در میدان سیاست و در میدان صلح موفق نبودیم. و تا امروز ما ثمر او جهاد بر حق و تاریخی خود را به دست نآوردیم. در طول بیش از 35 سال تراژدی های متنوع و زیادی در حیات سیاسی ما وجود داره. ما فرزندان زیادی را از دست دادیم. میلیون ها افغان آواره و مهاجر شدند و امروز هم میلیون ها تا امروز در این مدت طولانی که نزدیک به نیم قرن میرسه هنوز میلیون ها افغان راه خانه و کشور خود را یافته نمیتونند. دروازه کشورشان برویشان با آرامی باز نمیشه. در بیرون به حیث محتاج. شما یقین داشته باشین که هر افغان، ولو مثلا ما و دوستای ما که از کالیفرنیا آمدن، همه آرام و آسوده از نگاه زندگانی مادی اونجا هستند، مگر هیچ کدام روحاً آرام نیستند. هم ما هر قدر افغان اگر امریکایی شوه و اروپایی شوه، در اون مناطق
اتباع درجه دوم و سوم و چهارم هستند. احساس آرامی که در کشور خود، در خانه خود میکنه، هیچ افغان در بیرون نمیکنه. حتی ولو سفیر افغانستان باشه او نمیتونه او آرامی، برای که او ممثل یک کشور ضعیف است، ممثل یک کشوری که او افتخارات از افتخارات او دیگرها استفاده کردن و از افتخار از جهاد خود و از فداکاری خود ثمر از او را به دست خود ناوردن. از این لحاظ احساس نارامی و حتی احساس اهانت میکنند در بیرون افغان ها. پس در طول این مدت مهمترین چیزی که ما از دست دادیم متاسفانه، یا مهمترین ارزشی که صدمه دیده و اخلال شده، او دو چیز است. یکی صلح و امنیت است و دیگه وحدت و تمامیت افغانستان است. ما در 35 سال گذشته و بیش از او تا امروز صلح کامل و امنیت کامل نداریم، در حالی که صلح و امنیت حق طبیعی هر انسان است، حق طبیعی هر زندگان است، هر موجود است که باید در فضای امنیت و صلح زندگی بکنه. ما این را نداریم. ما یک کشور یک پارچه و واحد و متحد بودیم، مگر متاسفانه عنوانهای غلطی در ادبیات سیاسی ما داخل شد، ما را به عنوان مذهب، به عنوان زبان، به عنوان سمت، به عناوین مختلف از هم جدا کردن. اصطلاح غلطی را در آوان اشغال اتحاد شوروی در افغانستان رواج کردن که او اصطلاح ملیت ها بود. ملیت ها، شما میفهمین که اتحاد شوروی از اختطاف و از تجاوز به حقوق ملت های مختلف چارچوب اتحاد شوروی را ساخته بودند. اونا در کشور خود ملیت ها داشتند، چرا ملت های مختلف گرفته بودند، ضم کرده بودند در چوکات اتحاد شوروی. اما در افغانستان وقتی که اونا آمدن، ما خو یک ملت بودیم. یک ملت یک ملیت داره، برای که این ملت را از هم جدا بکنه عناصر قومی ملت به نام ملیت ها یاد کردن. هر قوم افغانستان را به نام یک ملت یاد کردن. ملت یاد کردن. اونا گفتن ملیت تاجک، ملیت پشتون، ملیت ازبک، ملیت. این اصطلاح برادرها غلط است. این در یک ملت واحد، در یک کشور واحد با تمامیت و آزادی که یک کشور داره، اقوام ملیت ها شده نمیتونه. اقوام اجزای یک ملت واحد است. یک ملت واحد یک ملیت می داشته باشه. شما مردم مطبوعات هستین، دیگه نگذارین که مردم در مطبوعات تا امروز استعمال میشه، نگذارین کس بگه ملیت ازبک، ملیت تاجک، ملیت قوم ازبک. این اقوام افغانستان کلش امو نقشه ها و امو رنگ های مختلف، گل های رنگارنگ یک باغ است، یک باغ واحد است که نام از افغانستان است. این گل ها زیبایی افغانستان بود. این رنگ های مختلف یک باغ، یک گل ها بود. این باغ یک نوع گل نداشت، یک نوع سبزه نداشت، یک نوع درخت نداشت. گل های مختلف داره، رنگ های مختلف داره. همه از این رنگ ها این باغ را زیبا ساخته. ما حق نداریم که یک رنگی، یک گل، یک ملیت بسازیم، یک قوم، یک ملت دیگه بسازیم. تمام از این اقوام اجزای یک ملت است، نه ملیت های مختلف یک ملت. یک ملت ملیت ها نمی داشته باشه، یک ملت یک ملیت می داشته باشه. افغانستان یک ملیت داره که ملیت افغان است. این اصطلاح را شایع کردن در مطبوعات ما، در زندگانی ما، در ادبیات ما، در مکاتب ما، ملیت ها و ملیت ها و ملیت ها. و این را متاسفانه در این عصر بعد از اتحاد شوروی، این حالت فعلی که ما داریم امروز هم او اصطلاح او اجرا میشه، نه تنها در ادبیات بلکه در ساختار نظام سیاسی ما.
در بن مثلا بر ما گفته شد که رئیس جمهور 5 معاون داشته باشه، یک ازبک باشه، یک ترکمن داشته باشه، یک زن باشه، یک تاجیک باشه، یک پشتون باشه، او باشه. این نوع تفریق، این نوع جدا کردن در بین یک ملت، این نهایت خطرناک است. از کشتاری که در میدان جنگ به اولاد ما میرسه و خون ما در اونجا ریخته میشه، این نوع جنگ ای از او که خطرناکتر است که ما را تجزیه بکنن، هویت ما را جدا بکنن، هویت یک ملت را به این نامهای مختلف، ما را شیعه بسازن، ما را سنی بسازن، ما را تاجیک بسازن، ما را پشتون بسازن. همه این مفاهیم تجاوزاتی است که به حقوق یک ملت آزاد این تجاوزات صورت گرفته و تا امروز هست. ما امروز با این تعداد از همکاران ما که از امریکا و از استرالیا، از جاهای دور اینا با ما همراهی کردن آمدیم و افغان‌ها در بیرون تشکیلات و انجمن‌ها و جمعیت‌های متعددی دارند. از این جمله ما یک حرکت به نام حرکت وحدت و آزادی افغانستان در کالیفرنیا داریم که او به سوی فدرال امریکا ثبت شده و حیثیت یک لابی رسمی را به نام افغانستان در امریکا کسب کرده و یک حرکت ملی دیگه به نام خپلواک افغانستان اونجا هست. ما مشترکاً فکر میکنیم که سوال اول قضیه افغانستان سوال انتخابات نیست، ساختن حکومت نیست، نظام سیاسی نیست. سوال اول سوال صلح است، آوردن صلح و قطع جنگ در افغانستان است. این سوال اول است. این حق طبیعی و مسلم هر انسانی است که زندگی میکنه و زندگی بدون امنیت و صلح اصلا زندگی نیست. و شما در حالت جنگ یک حالت مرگ است، حالت زندگی نیست. در زندگی باید در چوکات صلح و امنیت باشه. ما اینجا آمدیم با اینکه با تمام هموطنان خود ما به این آمدیم که مساعی صلح را از کسی اختطاف بکنیم، از کدام منبع، از کدام مقامی، از کدام کرسی، از کدام شورایی، از کدام مجلسی او را بگویم که نه شما نمیتونین، ما میتونیم. هر افغان حق و مسئولیت داره که در ایجاد صلح، در اعاده صلح نقش خود ایفا بکنه. مگر ما عقیده داریم که صلح، آوردن صلح از طرفهای جنگ صورت نمیگیره. کسی که جنگ میکنه او صلح آوردن نمیتونه. صلح از طریق چوکی و رتبه به دست نمیاد. صلح حق ملی یک کشور است. تمام افراد ملت حق داره که در صلح و امنیت زندگی بکنه. پس یک مرکزی ملی که از طریق یک جبهه وسیع ملی ساخته میشه، او میتونه که صلح را محقق بسازه. صلح از عناصر جنگ صلح نمیسازه. ما و همکاران ما به این عقیده هستیم که ما از بیرون از امریکا و از اروپا و از غرب هم نمیتونیم صلح در افغانستان بیاریم. ما بسیار اونجا بحثای زیادی کردیم. با اون صورت ما به می سن سال و به می حالت خود گفتم میریم در داخل خانه خود با افراد ملت خود در مورد اعاده صلح و تحقیق صلح مساعی به خرج میدیم. مکانیزم از این است که شما از عناصر جنگ صلح ساخته نمیتونید. از عناصر ملی و قدرت‌های سیاسی ملی که اونا آلوده نشده باشند به جنایات، نام نیک داشته باشند، نام خوب داشته باشند، از فرزندان صالح کشور یک جبهه ملی صلح باید ساخته شود و اونا به حیث یک مرکز لجیتیمسی و مشروعیت برای نظام صلح و امنیت افغانستان مساعی به خرج بده. اونا با طرفهای جنگ مذاکره بکنه، با حکومت همکاری بکنه و مذاکره بکنه، با قوای خارجی مربوط به قضیه اونا مذاکراتی بکنن و از یک موقف ملی قوی خوشنام اونا حرکت بکنن. و در این حرکت ما باید بگویم که سهم طبقه جوان ما، باز در طبقه جوان تعلیم یافته ما، او نقش اول داره و نقش اساسی داره. به جوانان تعلیم یافته افغانستان ما به نام از اینا افتخار میکنم.
اینا جوانانی که 35 ساله است و 40 ساله است در میان جنگ تولد شدن. اینا در محرومیت زندگی کردن، با آوارگی زندگی کردن، مگر با وجودی از این مشکلات اینا درس خواندن، اینا یونیورسیتی ها را خواندن، اینا دیپلم ها گرفتن، ماستری و دکتری گرفتن. این جوان ها مستحق گرفتن سرنوشت قضیه خود به دست خودشان است. این جوان ها حق دارند که نظام سیاسی کشور خود را اینا طرح بکنن، اینا او را زنده بسانه، اینا در اعاده صلح و تحکیم این صلح و وحدت افغانستان اینا کار بکنن. ما اعتماد اول ما بعد از خداوند بزرگ و بازو و اندیشه و تفکر و اراده امی جوانای تعلیم یافته و تمام عناصر ملی که اونا نام نیک داشته باشن به او اعتماد میکنیم. این قسم یک مرکزی باید در افغانستان ساخته شود. این مرکز باید مساعی فوق العاده زیاد را از طریقی با هیچ طرفی اینا در کانفرانتیشن و مخالفت واقع نمیشن، با هر طرفی همکاری میکنن. اگر حکومت است، اگر احزاب است، اگر قدرت های ملی است، اگر یونیورسیتی هاست، با همه همکاری میکنن، با کشورهای خارجی، با همه از طریق یک محاسبه و از طریق یک حساب حقانی اینا همکاری میکنن و انشاءالله اینا به حیث یک مرکز اعاده صلح و امنیت اینا موفق خواهد شدن. کار دوم و تحقیق ارزش دوم او اعاده وحدت افغانستان است. ما باید این اعتبارات ملیت ها را، این اعتبارات مذهبی را اینا را از بین ببریم. ما تمام عناصر ملی ما در افغانستان اینا با عناصر هم مثل خود و مماثل خود در بیرون اینا فرق دارن. اینا شیعه ما مثل شیعه ایران نیست، سنی ما مثل سنی پاکستان نیست، تاجک ما عین تاجکستان نیست، ازبک ما، ترکمن ما، اینا درست است اونا ما همزبان ما هستند، دوستان ما هستند، برادران ما هستند، مگر ما یک تشخصی داریم. ما حق نداریم که تاجک جدا کنیم به حیث یک کشور و او ظرفیت ساختن یک کشور نداره، میره همراه تاجک خود. نه پشتون ما، نه تاجک ما، نه ترکمن، هیچ یک جزئی، هیچ یک عنصری از این عناصر ملی افغانستان اگر جدا شود اینا ظرفیت تشکیل یک جامعه مستقل نداره. افغانستان یا افغانستان واحد می باشه یا افغانستان متحد و یک پارچه می باشه یا خدا نخواسته از بین میره و محو میشه. ظرفیت تجزیه افغانستان به هیچ صورت نداره و هیچ افغان باید این کلمه را قبول نکنه و باید برای اعاده وحدت و تمامیت سیاسی و ملی و جغرافیایی خود ما هر کدام ما و مخصوصا طبقه جوان ما هر نوع مساعی که در توان ماست او را مبذول داشته باشیم. ما در تحقیق از این آرزوها به حیث یک ملت مسلمان اتکای اول به قدرت و لطف و توفیق خداوند داریم. بعد از او به اراده و بیداری و تفکر ملت خود داریم. در میان ملت خود باز هم استادان یونیورسیتی ها و عناصر شخصیت های بیطرف و خوشنام و طبقه جوان طرف خطاب ماست که این حقایق را برای اعاده این دو ارزش مسلم که ما بدبختانه از دست دادیم، یکی صلح است و دیگه وحدت افغانستان است، این دو ارزش را اینا تکمیل بکنن. ما در روزهای شما روزهای خاصی را سپری کردین و اینجا انتخابات بود. انتخابات یک پروسه بسیار نیک است و ما با او هیچ مخالفتی نداریم، مگر ما فکر میکنیم که شرایط افغانستان انتخابات درست و پاک و شفاف را آورده نمیتونه. باز هم در این انتخابات چیزی که ما و دوستان ما فوق‌العاده از او حظ بردیم، این دیسپلین و اشتراک وسیع طبقات مختلف ملت افغانستان در این پروسه بود. این واقعا این نوع دیسپلین را ما تجربه های ازیر دارم که ما 100 افغان به یک لاین برابر کرده نمیتونستیم ایجور. به حج که میرفتیم از طیاره پایین میشد میگفتیم لاین کوین، هرچی میبود نمیشد. امروز دیدم که هزارها افغان به یک دیسپلین مدنی و به شکل و چهره بسیار متمدن اینا ای کار کردن. این قابل تقدیر و قابل تبریک است و قوای امنیتی افغانستان الحمدلله اینقدر قدرتی داشته که امی
امی پروسه را اداره کردن و خداوند بر از اینا توفیق بده به همه. اما امیدوار هستیم که نتایج این انتخابات باز هم اگر مشکلی را رفع نمیکنه، خدا کنه که مشکلات دیگه بر ما نداشته باشه و خدا کنه که این به خیر انجام شوه و یک نظامی در اینجا بیاید که ما در تحقیق صلح و امنیت با اونا همکاری کرده بتانیم و همین مرکز یا جبهه ملی صلحی که میسازیم